یک ویدیو دیگه از کانال یوتیوب من خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که من بهتون 5 از فیلمای 2025 که با دیدنش هیجان زیادی بهتون میده و همش دوست دارید ببینید بعدش چی میشه، الان چه اتفاقی میفته رو بهتون معرفی کنم. البته بعضیشون یه نمره ترسناکم هستن ولی توی ژانر فیلم های ترسناک نمیشه قرارشون داد، ولی اکثرا میتونه هیجان انگیز و معمایی و اینا رو دارن که به نظر من باحاله و روزایی که بیکاری، حوصله‌تون سر رفته یا میخواید یه چیزی ببینید که یه ذره بهتون هیجان بده، فیلمای باحالیه بعد دیدن. اولین فیلمی که بخوام بهتون معرفی کنم و من خودم باحال کردم، یعنی از این دست فیلم ها من خوشم میاد که یه تم مربوط به اختلال زمانی و اینا دارن. فیلم سایت هستش که خب همطور که گفتم اول ویدیو هم 2025 و IMDb هم توی سایت نمره 6 رو داشته. توی دسته فیلم های هیجان انگیز و کمی تا قسمتی ترسناک قرار میگیره و اسمش هم سایت. داستان فیلم به این صورته که یک گروهی، یک شخصی میره یک پایگاه نظامی متروکه رو بررسی کنه و در حین این بررسی کردنه درگیر یه نوع اختلال زمانی میشه که این اختلال زمانی ذهنش رو به شدت درگیر میکنه و باعث میشه که یک سری توهمات آزاردهنده به سراغش بیاد و یک سری اتفاقات آزاردهنده و ناخوشایند گذشته بیان یقش رو بگیرن و با اون اتفاقات مواجه شه و به یک جایی میرسه که دیگه فرق بین توهم و واقعیت، خیال و واقعیت رو نمیتونه تشخیص بده و قشنگ این اتفاقات به واقعیت زندگیش رو نفوذ پیدا میکنن. یه فیلم چون مربوط به اختلال زمانی و اینا، من دوست دارم اینجور فیلمایی رو که دوچار یه مثلا دوره گردش زمانی میشن یا توی مثلا زمان حالا یهو میرن تو گذشتهشون یا با یه سری اتفاقات عجیب روبرو میشن و من خیلی اینجور فیلم‌ها خوشم میاد و به نظرم ارزش دیدنش رو داره. What is that? 5 minutes. It was right behind you. 45 minutes. It's like my vision is distorted. I think we were. فیلم دومی که بخوام بهتون معرفی کنم هم دوباره 2025، یعنی کل فیلم ها همشون واسه سال 2025 دیگه. اینو سر هر فیلم نخوام تکرار کنم. اسمش هم هست The Killer is Calling. ریت 72 رو داره و جزء همون فیلم های هیجان انگیز محسوب میشه. این مدل فیلم ها رو هم من اون هیجان و اون استرس و تنشی که بهت میده رو خیلی خوشم میاد. داستانش اینه که یک قاتل سریالی، یک قاتل زنجیره‌ای توی یه شبی، البته اینو هم قبلش بگم، دیدیم که مثلا یه سری شبایی که خیلی تنش داره، خیلی استرس داره، خیلی هیجان داره، انگار شب کش میاد، انگار ساعت دیرتر میزنن و اون شب طولانی تر میشه. این هم دقیقا همینطوریه. توی یه شب این شکلی یه قاتل سریالی، یه قاتل زنجیره‌ای وارد یک شهر در جزیره دور افتاده میشه و دست به قتل‌های پی در پی میزنه و اون شهر رو خب مورد حمله قرار میده، مورد حمله خودش قرار میده. حالا این بین یه اپراتور 911 هستش که در تلاشه که با توجه به تماس‌هایی که گرفته میشه در طی شب و شهروندا
شهرش تماس میگیرن، موقعیت‌های خودشون رو اعلام میکنن و توضیح میدن که مثلا توی چه موقعیت‌هایی قرار دارن، در تلاشی که انگیزه این قاتل رو پیدا کنه و جون شهروندای شهرش رو، جون همشهریاش رو نجات بده. و با تماس‌هایی هم که با پاسخگویی به تماس‌هایی که با اپراتورش باهاش گرفته میشه بتونه که آروم کنه موقعیت رو و برای نجات مردم شهرش تلاش کنه و یک جورایی ناجی مردم شهرش بشه و بتونه دست قاتل رو کنه و جلوی قتل‌هاش رو بگیره. I'm still on the phone with a caller on premises. Copy. We're looking. Did you see what happened tonight? I saw. I killed them. فیلم سومی که بخوام بهتون معرفی کنم فیلم نوبادی هستش و بعد از اون قسمت یکش که حالا پر از خشونت و هیجان و اکشن زیاد بود، امسال یعنی سال 2025 نوبادی 2 اکران شده و داستانش هم این هستش که بعد از حالا این همه قتل‌هایی که انجام داده، این همه دعواهایی که داشته این شخص، خانواده‌اش رو تصمیم میگیره ببره به یک تعطیلاتی که تمام اعضای خانواده و خودش اصلا شدیداً بهش نیاز دارن. و داستان فیلم از اون خشونت خیلی زیاد یه ذره رفته تو تم کمدی طور، ولی همچنان اکشن بودن و هیجان انگیز بودن خودش رو داره و نگه داشته. خانواده خودش رو توی یه شهر کوچیک توریستی میبره به مسافرت و اونجا در حین اون تفریح و استراحتی که داره متوجه میشه که در تیررس یه مدیر فاسد پارک تفریحی یه جنایتکار تشنه به خون و یه کلانتر مشکوک قرار گرفته. یعنی خودش رو این وسط میبینه که 3 نفر دورش کردن و افتاد دنبالش و حالا وسط این تفریح ها و خانواده بازی که داره باید به دعواها و بزن و بکشش هم برسه. امتیازش هم 7.5 و حالا با توجه به قسمت یکش که خیلی خشن‌تره، این خیلی ملوتر و یه ذره حالا تو فاز کمدیه ولی اکشن ها و دعواها و بزن ها و داستان هاشو داره و فیلم باحالیه به نظرم. این هم مثل یکش بتونه و شاید هم حتی طبق شنیده ها و نظراتش رو که خوندم تونسته توجهات رو با خودش جلب کنه و سربلند در اومده. Let's do this! I've come to terms with the fact that you don't have an average job. You guys having fun at the convention? فیلم 4 که بخوام بهتون معرفی کنم، این فیلم هم برای همون 2025 و ریت 8 رو داره. اسمش هم ریپنس. رنج ترسناک، معمایی و هیجانی داره و تازه اکران شده و خیلی فیلم باحالیه. داستانش هم اینطوریه که یعنی میخکوبت میکنه که بفهمی چه اتفاقی داره میفته، یعنی دنباله اینی که بگردی و ادامه فیلم رو ببینی که ببینی چه اتفاقی قراره بیفته. داستانش هم اینطوریه که یه روز یه خانم معلم شیکاپیک شده میره سر کلاس توی یک مدرسه ابتداییه، معلم یک مدرسه ابتداییه، یعنی میره سر کلاس میبینه که هیچ کدوم از دانش آموزای کلاسش نیستن. حدود 17-18 تا بچه دانش آموزای این کلاس، این معلم بجز 1 نفر غیب شدن و هیچ کدومشون نیستن و حالا پدر مادراشون اصلا خبر میکنن و میبینن که کل بچه هاشون به طرز عجیبی شب قبلش
گم شدن، ناپدید شدن، غیب شدن به جز یک نفر. و حالا میگردن دنبال داستان که ببینن چه اتفاقی افتاده، این 17-18 تا بچه، این 16-17 تا بچه کجان. از اون یه دونه بچه‌ای که گم نشده و مونده مثلا سوال میپرسن، از خانواده‌اش سوال میپرسن و تحقیقات محلی و پلیسی و مدرسه‌ای، تمامی تحقیقات به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه و نمیتونن بفهمن که مثلا این بچه‌ها کجان، نمیتونن بفهمن که چه اتفاقی افتاده و اصلا نمیتونن پیداشون کنن. پدر یکی از این بچه‌ها ولکن ماجرا نیست و سفت و سخت میگرده که پیدا کنه که بچهش و همچنین بچه‌های دیگه چه اتفاقی برشون افتاده، چطوری اصلا گم شدن، کجا رفتن و چی شده. بچه این گشت تنها به معلمه مشکوک میشه، میره سر وقت معلمه، چون سابقه معلم در میاره، میبینه که این سابقه مثلا بیماری روانی داشته، سابقه دعوا و مثلا چی میگن وای کلمه‌شو یادم رفته، سابقه پلیسی، سابقه چی میگم بهش، کلمه‌شو یادم رفته، وقتی تو همون سابقه دار میشه دیگه توی مثلا حالا دزدی موزیه نکرده ولی مثلا اثر عصبانیت یه همچین چیزایی، یه چند تا مثلا پرونده داره، دنبال کلمه پرونده میکشم، پرونده داره این خانم معلم، بهش مشکوک میشه و توی این بین یه سری اتفاقات میفته که از این گاردی که روی معلم داره باعث میشه که همسویه با هم با این خانم معلم دوتایی با هم بگردن دنبال این راز که ببینن چه بلایی سر بچه ها و دانش آموزا افتاده، چون از یک مدرسه ای که کلی کلاس و کلی دانش آموز داره فقط این یه دونه کلاس و فقط این 15-16 تا بچه ای که توی یه دونه کلاس درس میخوندن گم شدن و داستان خیلی جالب و باحالی داره و قشنگ خوبتون میکنه پای تلویزیون که ببینید چه اتفاقی میفته، داستان به کجا داره میرسه، بچه ها پیدا میشن نمیشن و به این صورت پیشنهاد میکنم بهتون که حتما این فیلم رو ببینید، چون هم رازآلوده، معمایی، هیجان انگیزه، یه تم ترسناکی ریزی، یه ترسناکی اینجوری از کنارش فقط رد شده، ترسناکی اونجوری نیست که مثلا حالا از ترس نتونید از جاتون بلند شید، ولی از اون ترسایی رو بهتون میده که مثلا یهو اینجوری تو دلتون خالی میشه یا یهو یه پرش این شکلی دارید و واقعا این یه دونه فیلم رو، یعنی اگه فیلم های دیگر رو هم ندیدید اینو حتما ببینید. Matthew, where are you? و آخرین فیلم، یعنی پنجمین فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم برای طرفدارای مأموریت غیر ممکنه که مأموریت غیر ممکنه 8 جان شده تو سال 2025 که کسایی که یعنی طرفدار مأموریت غیر ممکنن و طی این سالها کل سیزن ها رو دیدن، قطعا این سیزن آخری یعنی سیزن 8 که حالا اکران شده رو ببینن، ریتش 7 و این هم مثل فیلم های قبلی خیلی موفق واقع شده در جایگاه خودش و خیلی فیلم باحالیه، به این صورته که دنبال یه هوش مصنوعی خیلی ترسناک میگردن که به شبکه‌های اطلاعاتی سر جهان نفوذ کردن و در این بین که حالا مثلا همون دولت‌های قدیم و اتفاقات قدیم همچنان گذشته درگیرشه و دنبالشه و مثلا باید با اونا دست و پنجه نرم کنه، با این جدیدی‌ها دست و پنجه نرم کنه که بتونه مانع تغییر همیشگی یه دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم بشه به خاطر این هوش مصنوعی و
این هوش مصنوعی ترسناکی که توی شبکه‌ها نفوذ کرده رو دنبال اینه که از بین ببره و کاری کنه که این دنیایی که مثلا توش زندگی میکنیم رو از بین نره و از خودش تغییر نشه و با اتفاقات گذشته هم که همچنان سر و کله داره میزنه. خیلی داستان‌های باحال و اتفاقات هیجانی و اکشن، حتی چیزای خیلی باحالی رخ میده توی صحنه‌های فیلم و اینطوریه که دوست داری تا آخرش رو واقعا ببینی دیگه. یعنی نمیخوای که مثلا از اون فیلمایی نیست که 10 دقیقه‌ش رو ببینی ول کنی بری تو گوشی مثلا یه اینستا چک کنی 20 دقیقه‌ش رو ببینی، حالا یه دور بزنم یه خوراکی بیارم میخکوب میشی پاس و اون هیجانش و ماجراجویی که داره تو رو با خودش همراه میکنه. و این هم از اون دسته فیلم هاییه که بهتون پیشنهاد میدم حتما ببینیدش، مخصوصا کسایی که مأموریت غیر ممکنه 1 2 3 4 5 6 7 رو دیدن دیگه 8 رو قطعا باید ببینن دیگه، راه نداره ازن نبینید. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing. That was... What exactly is your plan? خوشحالم که تا اینجا یه ویدیو همراه هم بودین، 5 تا فیلمی که بهتون معرفی کردم رو دیدین و امیدوارم که ببینید فیلم ها رو، نظراتتون رو به هم بدین که خوشتون اومد از فیلم ها یا نه و نقد کنیم با هم فیلم ها رو، راجبشون صحبت کنیم. پیشنهادی اگه دارید، اگه ژانر خاصی از فیلم دوست داریم بگین که بهتون معرفی کنم، چون من اینجایی که خودم آدم فیلم بازیم، اکشن، هیجانی، درام، خانوادگی، تخیلی، انیمیشن، مخصوصا من یه ویدیو میخوام بذارم براتون، الان دارم کارهای ادیت و ایناشو انجام میدم که چند تا انیمیشن خیلی باحال خوب معرفی کردم توشون. من عاشق انیمیشنم، تمام انیمیشن ها رو دیدم، یعنی انیمیشن اکران میشه من میرم نسخه غیر قانونیشو میبینم، کیفیت بالاش که میاد اونو میبینم، دوبله شده رو میبینم، زبان اصلی رو میبینم. هر انیمیشنی رو من 3-4 بار دیدم. 2-3 تا ویدیو راجع به معرفی انیمیشن های مختلف داریم که حالا جدیدن ها یه دونه رو که دارم ادیت میکنم و میذارم براتون بعد از این ویدیو و امیدوارم که خوشتون بیاد. سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، نظراتتون رو من بگین و دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگه، خدافظ.